کمی رفتیم بالوچه ها برای شما شده به درس دیر نمونم. اپا کار من با مکتب میروم. وقتش رسد جونکم، وقتش رسد. کمی زودتر. اوی الو لبای بله منم. چی ها میگید؟ چه خیلی شده است؟ کی شده است؟ فهم و رحمت برای خبر دادنتان حاضر می آیم. بگوه شیرینی بیارم به شما. بله اپا جو التماس. ناز میبینی ها؟ البته. ها فهمو اینطور باشد به شیرینی نکنم شیرینی میارم. احتیاط شد. انشالله بخیر است. کسی باشد خدا به او شفا دهد. کمی رفتیم؟ خدایا التجا میکنم با او هیچ چیز نشود. زودتر راه گردید دیر میکنیم. خالای حسنی پزمون میشود. چشمونتان رو کشید بیبی جان. چی شد با شما بیبی جان؟ التجا میکنم به خدایت چشمونتان رو کشید آخر. ها؟ یاری تجیلی آمد. بیبی جان بینید یاری تجیلی آمد. حاضر من میایم. با این طرف اکا با اینجا. اکا جان زودتر ایزیموس. چی خیلم ببینم؟ اولشون چی خیل است؟ با این کسی چیز نشده است همین طرف نه؟ نبضش خوب می‌نماید اما بهترش با بیمارخانه برید. گیرید رفیقان. خدایا این کی باشد؟ چی گپ شد حسن؟ نمیدونم از هوش رفتند. با ما میروید؟ میروم اکا. من رفتن نمیتوانم کودکان. حسن به من خبر ده. مایلش. برای کودکان یگان جای یابم زود میآیم. مایلش. اگر نزد خالای حسنی اومده باشید او را بردن. با کجا؟ به بیمارخانه. شما با اون کس کی میشوید؟ اپا با خدای حسنی چی شده است؟ نمیدونم. اکنون ما در کجا رفتیم؟ اینش رو هم نمیدونم. رفتیم کنی راه گردید. کنی نقل کن عرفت چه خیل بوده است؟ عجوبی بوده که شهری غیر عادی بسیار شهر زیبا به کس آرامی و حضور میبخشد. دههای ما نیز بسیار زیبا. او الکه دههای ما شد ها؟ با نزدیکی صاحبخانه زن میشود که راست میگویی؟ در اومدی گپ گفتم نخست از دهانم برآمد. دههای عمرینو یعنی. نه از فکرت نگرد آنجا الکه دههای شماست. مناسبت اویلای اکای عمر چه خیل بود؟ بسیار خوب پیشواز گرفتن. مرا آمد گفته ضیافت کلان دادن. از تمام دهها آدم اومد تقریبا 100 نفر. اوه اپام با جای خوب رفتن بیید؟ انشالله که بخیر باشد. انشالله. کلین ها شرمگین می شدن. شما باشید از حوزی رفتن می خواهید. اکا با این ها یگون چیز گویه؟ من با شما چی گویم؟ اوف اکا شوخی رو یک طرف مانیم و یک فکر کنیم که به کجا رسیدیم. هممون از هم جدا بوده در هر جا پریشان بودیم. ولی کار تقدیر تعجب آور و با حکمت است. ببینید عزیزانم پس از سالها باز ما سرجم شدیم. اگر از اول با هم می بودیم شاید لذت یک جایگی رو نمی فهمیدیم. لیکن اپا هم می روند. باز یک تمام کم می شویم. نخود این خیل شود این خیل نگویید. من همه وقت پای شما هستم. همه وقت با شما هستم. حتی بعد از خونه دو شبی هم. من نگفتم. بینید ما از رفتنشون غمگین هستیم. این کس باشن دوام با سوی اکای عمر می روند. تکین اولا شلاق می خوری. زود باشید دیر می مانیم.
ایستید. بهترش با سلامتی خودتون دقت دید. با مکتب میرویم ما با مکتب میرویم. خواهر جان یک دقیقه خاموش ایست التماس. اپا چرا در اینجا ایستادن؟ برای چی بدرون نمیدارین؟ حاضر میدارویم اما صبح بخیر. صبح بخیر. ها بخیر است؟ بس این فودمونی نبومدند؟ کاری تو چی؟ اینش به تو دخل ندارد. نرگیس گوش کن. من دیگر چون پیشترم نیستم. خودت میدونی. اگر یاردم در کار باشد. نرگیس چی گپ است؟ هیچ گپ نه، هم تو گپ میزدیم. برای چی کودکان در اینجایند؟ نپرس مراد. خالای حسنیه ناتوب شدن، او را به بیمارخانه بردند. حسن چی؟ او در کجاست؟ او نیز به بیمارخانه رفت. من باشم چیکار کردنم را ندانسته کودکان را به اینجا آوردم. یگان کار کرده اونها رو به درون در آوردن در کار. امروز یک بلا کرده اونها رو همینجا نگاه داشتن لازم. ایست تو صبر کن آرام شو. حل میکنیم. یک بلا کرده. حسن را نیز رفته خبر گرفتن لازم. شاید به یگان چیز احتیاج دارد. اول کودکان را در یگان جا پنهان کنیم. چیکار میکنیم؟ به سرم یک فکر آمد. در نبودنتون هر وقت از اینجا میگذشتم. خودم را بد حس میکردم. خوب شد که برگشتید آقای جمیل. مگر من میدونستم که اینجا را پزمان میشوم. خدا از افتادلی راضی باشد. خیر چی گپ؟ باز چه نقشه ها دارید؟ هیچ چیز نه دخترم. از اینجا میگذشتم. یک بینم گفتم. ها بله همین طور. این طور باشد فهمو. اما که جمیل محو شدیم مردیم. او بچه آروم شو. چی گپ شد؟ محو شدیم اما که جمیل یک گروه می آید. بسم الله الرحمن الرحیم. چه خیل گروه پسرم؟ گروه امگذرانی زکامی خود. یک گروه اونجا بودند همانها باشند. بله خورد و کلان همه رو از یک طرف سوزاندارو میکنند. حالا دوای آن رو نیافتند کو؟ allakay آنها یافتند. انا همین قدر سوزاندارو است. همین قدر؟ پاسبان مکتب همسایه رو حاضر داد و فریادش میبر اومد. او رو هم سوزاندارو کردن برای خود. من از این خیل چیزها میترسم. در پایانتر کوچه بودند. والله که به همین طرف می آمدند. توبه. انا این چی خیلی سوزان دارو بود؟ این چی درمان بود؟ اوف سخت در کرد مردم. نخود زود شفای در حقیقت کلام بود. ها خیلی هم کلام. چیز مادامی که میترسید من شما رو به درون میبرم. شاید نجات یابید. بله مرو از اینجا برید. باز استاد جنجال نکنه. نه چیز نمیگویم. روز زود به درون در آمده شوید. زود در آیید. بیایید کنی تیسر کنی اینجا بیایید بچه ها. بیایید. با این نگر چه خیلی زیبا. بله. خالای زهرا کدامش را میخواهند؟ نمیدونم. او با این خیلی چیزها کاردار نیست. در عرف همه چیز خوب گذشت. مرا بسیار خوب پیش روز گرفتن. یعنی حالا جنجال کلین خوشتمان سر نشده نه جانکم چه خیلی جنجال آنها این خیلی نیستن. بر کلین بوده است، خوشدامن بوده است، توی بوده است. شما غیر از خانه‌دار شوید دیگر یگان چیز فکر نمیکنید. چرا این طور میگوید؟ پدر ما صحبت میکنیم. دخترم اینجا مکتب است، مکتب، نه اینکه خانه عقد نیکا. کارهای شخصیتون رو رفته در دیگر جا حل کنید. به اهمیت نده، این با من دخل دارد. هیچ گپ نه. کنی با اینجا بیایید. شد بیا اینجا. به همتون تشکر. اگر شما نمی بودید من اصلا کودکان رو از نزد امکی جمیل گذرانیده نمی توانستم. ما چرا اینجاییم؟ این طور نگو. به حسن زنگ زدن لازم. من زنگ زدم اما جواب نداد. اکنون با این کودک‌ها چیکار کنیم؟ پنهان کردنمون لازم. اگر استاد شفیق خبردار شوند به سرمون بلا میآورند. چیکار میکنیم اکنون؟ کجا پنهان میکنیم؟ خدایا من چی کار میکنم اگر با بیبی هم یگان چیز شود؟ تک و تنها چی کار میکنم؟ خدا با او یاری ده.
شد آقای جمیل آورده پنهان کرده نجات دادی مرا باز چی را ایستاده انتظاری؟ هیچ گپ نه نجمیه سلطان. از کجا برآمدن اینها هیچ معلوم نیست. با من نگر چرا اینقدر واهمه میکنی؟ یک سوزن دارو بوده اما سوزنش انهمی قدر است. یک بار خلاندنش را فکر کن. ای مردکی خوب یا اینکه از سوزن دارو کردن میترسی؟ نه ترسیدن نیو ناراحت میشوم. به این هم هر وقت به ماشینه های دیالیزی میدرایم به طوری کافی سوزن دارو میکنند. وقتی از دیالیز گذشتنی من آمد من رفته از استاد علی اجازت گیرم. این طور باشد روید خدا شفا دهد. مبارک شود استاد. چی مبارک شود آقای جمیل؟ امگذرانی استاد. چه امگذرانی؟ او کال استاد برای زکام خوک استاد. انشالله لیکن من هم اشتراک میکنم. اما اجازه میدادید یک به دیالیز میرفتم و باز از دکتران پرسم که پریویفکا کردن ممکن است یا نه. اگر خواهید روید لیکن به فکرم چنین دوا حالا نیست آقای جمیل. خیلی نیست هست استاد و باز من همین قدر سوزن دارد. این را به شما کی گفت؟ طلبه ها بودن. همش فهمو آنها باز یگان کار کردنیان. حالا صبر کنید همش معلوم میشود. دارو نیست استاد؟ سوزن دارو نیست؟ استاد من گریزم یا نه گریزم یا انتظار شوم؟ خدا با دقت باش میافتد. نمیافتد چی خیلی مفتی شد. رقص کنه با این رقص بازیتون بدش استاد شفیق نرفتیم. لخیدم رو بس کنه. یک بلا کرده امروز را گذرونیم. غم مخور یک صنفی کلان دو کودک را پنهان کرده نمیتواند مگر. موسیقی را خاموش کنید رفیقان. شنوان احوالمون بد میشود. در اصل زیر شدن در کار نیست. با مکتب آوردن تماکو من است اما آوردن کودکان من نیست کو. این خیلی کودکانی خوشیدنی وارا. بین خاموش استاد میآید زودتر کودکان رو پنهان کنید زودتر شوید زودتر. این چی گپ است؟ این چی غوغا است؟ چی درس ندارید؟ نه استاد درسی استاد علی است. درسی استاد علی بوده است. پس استاد علیتون در کجاست؟ همین جایم استاد. با من یگان کار داشتید؟ نه من غوغای طلبگان رو شنیده فکر کردم که درس ندارند برای همین. نه استاد خواطر نشوید من همین جایم. موفقیت یاد. سلامت باشید. تشکر استاد. بخیر است بچه ها؟ نرگیز نپرسید استاد. انا همین خیلی معلمه دیگر چاره نداشتم. مجبور شده با مکتب آوردم. برای خاله حسنیه ناراحت شدم. بیو کودکان رو چیکار میکنیم؟ ما با عمر خانه میگویم. من نگاه میکنم. به این ها نگر چقدر شدیم تو یکند؟ در حقیقت معلمه البته نگاه میکنم. امروز درس ندارم. با من در اینجا میشینند. معلمه به شما چقدر تشکر گویم باز هم کم است. قول میدهم که تا پگاه این کار رو حل میکنم. شد غم نخور. بس پس درس باید شم. این طور باشد به درس میرویم وگرنه دیر میمونیم. آروم شینید فهمم؟ پینار تو یک به اینها نگر. خداوند انشاءالله به شما هم نصیب میگرداند. همش به خیر باشد. و باز این خیلی گپ رو نگوی شرم میدونم. ندک اینها کیند؟ مگر نمیبینید کودک هایم؟ این را نمیپرسم دخترم. چیکار میکنن در اینجا؟ برادران نرگسند. امروز برایشون جای نیفته مجبوران به اینجا آورده است. این را بین. اینجا باغچه کودکان است مگر؟ نرگس را جغزن اینها را گرفته به کجای میبرد بردن گیرد.
پدر رفته جیغ زن گفتم آنها را اینجا دیدن نمیخواهم. این را شما قرار داده نمیتوانید. خیلی خوب میتوانم. کودکان باید از اینجا بیروند. نمیروند پدر. استاد علی اجازه دادند. شما مدیر نیستید، مدیر اوست. ملک سرده پینور، اکنون نفری باید این را به او گوید. مدیر باشم یا نباشم اینجا مکتبی من است. سال هاست که جانی همه رو به نگی بینیش آوردید، اما اکنون تمام شد. به این باید عادت کنید. شما دیگر مدیر نیستید. از وظیفه سوء استفاده کرده 10 جنایت صادر کردید، اکنون همش به آخر رسید. خود رو فرعون نشمارید. بس است. تو در حقیقت همین خیل فکر میکنی؟ نه تنها به مکتب، تمامی عمر با آدمان همین خیل مناسبت نمودید. آخی همه شما رو گرفت. اما میدونید پدر، اکنون تمام شد. دعا کنید که با گرفتن وظیفه‌تان همش به آخر رسید، وگرنه از این بدتر میکردید. آخر من همه چیز رو برای تو و عائله‌ام. اینها رو بهانه نکنید. شما نه برای من و نه برای عائله‌مان هیچ کاری نکردید. همه‌ش رو برای خودتان کردید. میدونید کاش نمیبودید و برای شما شده اینقدر سرخم نمیشدم. ملک بس کن. ملک تو چیکار کردی؟ او پدرت است، نه خودم خیلگویی. باوری داری که حالت خوب است؟ با تو میستم. گفتم که خوبم. برای چی باید حالم بد شود؟ پگاه اجاره کپی میرویم. همه جا پوری اجاره، سر و سیما نیستیم. شما روید، من خوبم. اگر نروید شما رو هم میرنجانم. مایلش، لیکن زیخ شده حتما با من زنگ زن، فهمو؟ زود میویم. خب فهمو، خواطر نشو. تو بزدید. میفهمم. من هم رنجیدم از استاد شفیق، لیکن ملک این دفعه بسیار سخت. هرچی نباشد پدرش است. ما این خیل نمیشویم. خیل؟ یعنی حال خوشبختیم در آینده پس از چند سال. نمیشویم، خواطر نشو. ما همه وقت همین خیل خوشبخت میمونیم. اینجا رو بینی؟ تلفن. مادرم. لبای مادر گپ زنید. چی شد عمر؟ یگون گپ شده است. عمر چرا گپ نمیزنی؟ عمر یگون چیز گوی چی شد؟ چرا با من نگفتی پینور؟ چی رو؟ خونه دار شوید رو، از توی گشتند رو. چی؟ این رو تو میدونی؟ این رو همه میدونند. همه میدونند و تنها من نمیدونم. تو قریب بود که خونه دار میشدی پینور و تو هیچ چیز به من نگفتی، حتی یک کلمه هم. من فکر کردم که تو... چی فکر کردی؟ فکر کردی که مرا فریب میدهی یا فاش شدنی خونه دار شوید رو؟ نه من با شخصی که حیاتش رو از من پنهان میکنه چه خیلی خونه دار شوم؟ چی؟ تو کودک نیستی حسن. خودت میدانی که فونکسی‌های وجود انسان هنگام پیری تغییر یافته، وظیفه‌شان رو به خوبی اجرا نمی‌کنند. ما این را بیماری پیرانسالی میگوییم. روشن‌تر گپ زنده که مله. بیبی هم میمیرند. ما کاری از دستمان آمده را میکنیم، باور کن حسن. تمام امکانات ها را استفاده میبریم حسن. اوچا؟ سلام پسرم. چی سلام؟ پس از 3 سال همین تر میگویی؟ 3 سال با سراغ نکرده
آماده سلام میگوی به من. عذر میپرسم لیکن گمانت نادرست است حسن. روید دختر. بعد مرگ پدرم با کسی که خانه‌دار شده نزد همان کس روید. من و بیبیم از شما بیزاریم. حسن صحبت کردنمان لازم. رو دم شو. رو میگویم. رو. حسن خدا شفا دهد. خبردار شده زود آمدیم. خوب هستی حسن؟ سال بود که جانی همه رو به نوگی بینیش آوردید، اما اکنون تمام شد. با این باید عادت کنید. شما دیگر مدرن نیستید. از وظیفه سوء استفاده کرده، ده‌ها جنایت صادر کردید. اکنون همش به آخر رسید. خود را پیر عقل نشمارید. بس است. برای کودکان تشکر مراد. هیچ گپ نه. لیکن به خانه ها رفته رو با چین کردنت به من معقول نشد نرگس. کارم دیر دوام نمیکند. در 2-3 ساعت تمام میکنم. اکنون به کجا میروی؟ نمیدونم. از شرکت زنگ زده یک سراغه دادند. با این سخنانت مرا ناراحت میکنی. یگان روز به سرت یگان بلا ناری. خواطر نشو. هوش و خیالم به خاله حسنی است. برق و تکین همان جایند. اگر یگان خبر رسد من حتما به تو زنگ میزنم. بله پینار. اکا همش تمام شد. همه چیز به آخر رسید. چی؟ نفهمیدم. مردن میخواهم اکا. چرا من؟ برای چی فلاکت همه به سری من میآید؟ پینار چی ها میگویی؟ تو در کجایی؟ عمر مرا پرتوفته رفت اکا. تمام. اکا دیگر گپ زدن نمیخواهم. پینار. پینار. مشتری دعوت شونده دست نورس است. لطفاً بدن زنگ زنید. به فکرت سخنهایی به پدرت گفته‌ات کمی قبیح نمی نمایند دخترم. لیکن نادرست نبودند. مگر این شما نبودید که میگفتید دایم سخنی راست باید گفت؟ همین طور، اما هر سخن طرز و اسلوبی گفتار خود را دارد دخترم. و هم هر سخنی راست در هر جا گفته نمی شود. اینش میلش. از همه اساسش حق پدر و مادری دارد. هرچی نباشد او پدر است. خطاگی ها دارد. فقط نباید فراموش ساخت که خطایی ها را با خطایی اصلاح کرده نمی شود. باز اگر دل رنجد به دست آوردنش خیلی مشکل است دخترم. راست میگوید بابا. شاید از هیجان جوانی کمی از حد گذرانیده باشم. اکنون باید چیکار کنم؟ خطاگی ها را هر چیز زودتر باید اصلاح نمود. به وقتی دیگر گذاری فراموش شده می روند. نزدیکانت در یک لحظه از تو دور می شوند. وقت را از دست ندی. مایلش. من زود برآمده گرد و اطراف را از نظر می گذرانم بابا. من حالا حساب میکنم بچه ها. 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10. ای خدا، اینها در کجا پنهان شده باشن؟ نمیبینم. بلوچه ها باز مرا فریب دادید ها. باز من حساب میکنم. کنی شما شیرینی هایتان رو خوردن گیرید؟ من به تلفن جواب دادم میایم. الو؟ با من نرگس در کار. شما کیستی؟ من مراد. حالا نرگس در خانه نیست. کی میآید؟ نمیدونم. اگر آید به او میگویم که شما زنگ زده بوده. شما کی هستید؟ من مادرش هستم. 1-2 روز پس به زیارتشون میآیم. وقتی نرگس آمد به او میگویید؟ البته میگویم. میدونید از این پس اپاتان شما را تنها نمیگذارد. چه خیر؟ صبر کنید، با شما سورپرایز می شود. با جا شوک نمی کنید. کنی خیزید.
باز من میشمارم. با آدمو چی میگویم؟ چی خیلی باز کسی رو دوست داشته میتوانم؟ چرا همه این مسئله من میآید؟ دیگر زندگی کردن نمیخوام. برار از دهانت گفتم، زودتر برار. برار گفتم. چطور میتونی به این کار دست داری پینار؟ چقدر گناهی عظیم میکنی؟ تو مگر از آن نفرانی هستی که در نزد اراده هاشون عاجزند؟ التجا میکنم اکا، خواهش میکنم مانت بمیرم. اکنون دیگر طاقت نمیکنم، بسیار عذاب دارم، التجا دارم. نمیدونم بینتان چی گپ شده است، لیکن انشالله همش میگذرد. با هم حل میکنیم. میگذرد جانم. نمیگذرد. برای درباره اوضاع نقل نکردنم مرا ترک کرد. چی مگر به او نفهمانده بودی؟ فکر کردم که اون نیست، چون دیگران خبر دارد. مقصدم پنهان کردن نبود. با او آنقدر خوشبخت بودم که آن روزها رو دیگر به خاطر آوردن نمیخواستم. مادر نمیدونم مگر عرف و عادت ما رو، اما این طور نه. میدونم مادر، سلوله را هم میدونم، چی گفتنش رو نیست. مادر بس، قربانتان شما بس کنید. چیزی که نگوید همش رو میدونم. مادر بس گفتم به شما، بس آخر بس. پسرم، خدایا حسنم از من نفرت دارد. کاش همه حقیقت رو زودتر میفهمید. آمدم دخترم. دختری زیبایی من از خوابش خسته است. بیا، گرسنه مونده است. آچه جنگ زدن چرا نفهمیده؟ آمدم که دخترم، انا همین جایم، رفت نهاری میکنیم. مرش آچه جان. برای دعوت هم را رد نکردنتان تشکر. استاد، اصلا حاجت به صحبت کردنمون نیست. صحبت کنیم، شاید به شما یاری داده توانم. یاردم؟ میدونید که مرا چه خیلی در حالت ناگوار گذاشتید. کسی این مقصد را نداشت. شما عائله برپا میکنید، با خواهرم یک عائله میشوید. از عرف و عادتمون دست کشیده عائله برپا نمیکنم. دلها صاف باشند. دو انسان با نیت نیک نیت عائله برپا نمودن را کرده باشند، عرف و عادت چه اهمیت دارد؟ با یک اشتباه همه چیز را برباد ندهید. استاد، شما نمیفهمید. ما چون شما نیستیم، هممون با طور گوناگون به وای رسیدیم. نگاهمون به زندگی، برخوردمون با حادثه ها، بعضا حالتهایی هست که با عائله‌ام و با خودم هم فهمانده نمیتوانم. از این رو به اینجا نظر کرده چیزی رو نمیفهمید. در دایره شخصی بعضی مشکلایی هست که آن رو برداشته نمیتوانیم و این بار است که من تمام آن رو پس سر کرده نمیتوانم. میفهمید؟ اکنون التماس به من اجازه دهید. در حقیقت خیلی غمگینم. استاد، شما در احاطه عقل و فهمیشتان نیو، در احاطه ترس و وهم مانده اید. در این حالت تا زمانی که عقل پیشرفت نشود صحبت نمودن بیفایده است. بفرمایید معلمه. ببخشید استاد، با کی زنگ زدنم را ندانستم. گپ زنید. چنانه که میدونید با پدرم جنجال کردیم. با فکرم بعضی سخنهای ناجا گفتم.
او رو خیلی رنجوندم. میترسم که با خودش یکون فلاکت نکنه. استاد شفیق به این کارها دست نمیزنند. انسانی کار دیده هستند. این دفعه کار دیگر خیلی است. همه جایهای میرفتگیشان رو دیدم. در یکونجا نیستند. اگر خواهید به خانه عمک جمال روید، من نیز به آنجا میرم. یک جای مصلحت نموده یکون چاره‌اش رو مییابیم. سلامت باشید استاد. باری دیگر تشکر. وقت با بالا برآمده کم در کمک. آفرین دخترم آفرین. دستش رو به دروازه دراز میکند. ناگهان در گشوده شده. پدر و مادرش با گفتن کنی بیا جونکم در رو کشویم. آپا بیا در رو کشویم. حاضر در رو میکشویم. کنی بینیم کی آمده است. روز بخیر. مرا از شرکت تازگی روان کردن. نامم نرگس. بیا دخترم بیا. نام من مینا. بیا. تو اینقدر شیرین روی کی؟ کمتر شرمگین است. بعد عادت میکند. تو کار از حجره خواب سر کن. من باشم به کودک خوراک میدهم. چه خیلی که شما خواهید. بیا تو رو به آنجا برم. شفیق حیاتش را با استفاده از دیگران گذرانیده است. همیشه بالای کسی تکیه میکرد. بعدا این کارش را دوام دادن گرفت. باری اول به این حالت دچار شد. عقیده‌اش خیلی ضعیف است. این حالت را پس سر کردن نمیتواند. یعنی یگان قوه نیست که استفاده برد. راستی مرا خواطر کرده است. بابا این خیلی نگویید. مرا وهم زیر میکند. کارشون سخنها رو نمیگفتم. صبر کنید. حالا 3-4 ساعت شده است. شاید برای آرام نمودن عصبهایشان به یگان جایی رفتند و تنها بودن میخواهند. اینها با کارهای کرده شفیق راست نمیآیند. چنانی که گفتم احوالش وزنین است. شاید خودش را اداره کرده نتواند. با پلیس خبر دهیم. چی میگوییم؟ من با پدرم جنگ کردم و او از خانه برآمده رفت. همین خیل به حالمون میخندند. چرا میخندیدند؟ این حالت‌هایی است که زود در حیات روی میدهند. شاید یگان راه حل این مسئله رو یابیم. به پلیس مراجعت نماییم تا که به ما کمک کنند. قلبم ناراحت است پسرم علی. چیکار کنیم؟ چی گویم عمک جمال؟ در بین ما از این گونه حالت‌ها چطور برآمدن را از همه خوب شما میدانید. اما با فکرم چاره یگانه جستجوی استاد است. دخترم من چیکار کردم؟ گناهم چی بود؟ اینقدر از من نفرت داشته اید. مرا اینقدر بد میدیده اید. در حالی که همه کوشش هایم برای تو بودند. اکنون من چی؟ اکنون من کیستم؟ یک ره گم زدم. خود را در تاریکی ها گم کردم. از این پس یگانه خواهشم
کنی به اینجا بیو با تو کمتر صحبت کنم. میدونی ایدیل من هم امثال تو دادر و خواهر دارم. از من کلانم بیا خورد. یکیش کلان و دیگرش خورد. من رفیقان زیاد دارم. آیشه، دینوزا و مریم. چه نقص؟ مادرم هر سحر مرا به باغچه میبره. بعد بگاهی به خونه میاره. آنجا رفیقانم زیادند. باغچه همون بسیار زیبا است. در آنجا هر گونه بازی ها میکنه. دادر و خواهر تو هم به باغچه میروند. نه، افسوس رفتن نمیتوانند. اگر وضع اویله‌مان خوب میبود. خدایا من به این کودک چی ها گفته استادم. ایدیل اینجا چیکار میکنی دخترم؟ با پای نرگس هم گپ میزنم. بیا دخترم اپت رو به حالش گذار. فیلمی تصویری سر شد. مونده نباشی نرگس. تشکر. در اصل خوب میشد اگر من هم دادر و خواهرم رو به باغچه میبردم، لیکن افسوس با قدر مبلغ. میگویم که هر چیز میخواهید از من طلب کنید. انا من آمدم. اوه خوش رویا کنی من. چی کار کرده ایستاده؟ بینید به شما چی آوردم. اینش از تو؟ اینش از تو؟ کنی یگانجا نشسته خورید؟ برایت خبری خوش دارم. در اصل من به تو خبری خوش دارم. کودکان رو پگاه به باغچه میبرم. چی طور؟ انا همین خیلی اوسونکک. پولش رو چی؟ همش رو حل نمودم. خوب لیکن چی طور نرگس؟ بسیار نپرس. تبم رو خیره نکن. هم بگاه شد مردم گپ میبرورند. اکنون به خونت رفت. اما من خیر خوبی خوش. خوبی خوش. تشکر نرگس زیاد. کنی رفت خوبی خوش. رفت. همه رفیقانم به زیارتتون آمدن بیبی جان. همه‌شان شما رو دوست می‌دارن. هر یکیشان یک به یک شفا یابید گفتن. رحمت باز دیگر هیچ کس نآمد؟ نه کسی نآمد؟ معلوم که حال خبر نشده است. کی رو انتظارید؟ من کمتر دم گیرم. من اکنون خسته شدم. پیر شدم. البته بیبی جان. چه خیلی که شما خواهید. ببخشید من هم رفتنی بودم. نه التماس شما نادرست فهمیدید. خیر من میروم. از استاد شفیق یگان خبری شد مرا آگاه کنید. اگر می ایستادید خرسند می شدم. غم و درد با دوستان سبک می گذرد. اگر یگان کار نداشته باشید التماس ایستید. دخترم میلک راست میگوید. خیلی وقت شد که با هم صحبت نکرده ایم. در این وقتی پر از اندوه دوایی از همه خوب با دوستان همدردی نمودن است. میلش مادامی که خواهش دارید، لیکن اول یک دو جا باید زنگ زنم. تکین پینار به شما امانت. او را تنها نگذارید. با او صحبت کنید. میدونم می آمدم خوب میشد، اما اینجا نیست. اول وزنین است. بعد گپ میزنیم. تو کاری کرده با پینار و اوزلم وضعیت را فهمون. چی حال داره؟ گویا که خوب است اما چشمانش گشاده است. اپا میگویم جواب نمیدهد. یگون چیز میخواهید میگویم صدا نمیبرارد. با کم زنگ زنیم چی؟ معلوم که احوالش خوب نیست. احوالش خوب نیست میگویی؟ 3-4 ساعت پیش به خودکشی دست زده بود. گویا من چی گفتنم را میدونسته باشم.
апа ба куҷо меравед? куҷо рафтанатон ро нагӯед, намемонам. ба назди умар меравам. чӣ? корамро мушкиламро худам ҳал мекунам. маълум ки ҳатто дар фикратон нестам. магар ин хел шуда метавонад? чиҳо мегӯед шумо? акаамон куҷост? сардори оила амонлар куҷост? аз паси корҳои меликхонум бо мушкилиҳои меликхонум саргардонад. фикри хоҳарашонро намекунанд ки дар ин ҷо чӣ ҳол дорад. маълум ки беҳуда нагуфтаанд ки гури ҳар кас алоҳида аст. апа با اجازه شما باید به خانه روم. تا نصف روزی اگر یگان خبری نشد به پلیس مراجعت میکنیم. راست میگویی. حالا هم خط و خبری نیست. تا بازدید امک جمال. این کارو کردن نمیخواهم. من تو رو گوش کردم عمر. تو نیز مرا گوش کن. سخنانت چیزی رو تغییر نمیدهند. چی؟ این طور باشد سخنانم تو رو عذاب نمیدهند. من چیزی رو پنهان نکردم. فکر میکردم چیزی رو که همه حتی شاگردان میدونند تو نیز میدونی. در حقیقت با تو در این خصوص صحبت نکردم، زیرا آن رو فراموش کردن میخواستم. دیگر بار تکرار شدنش رو نمیخواستم، زیرا با تو خوشبخت بودم. حیاتی نو آغاز کردنی بودم، اما تو اینقدر عذابم دادی، زخمم رو از نو خونشار کردی. ای کاش کمی دیگر انتظار میشدی. شاید در روزی تویمون این موضوع رو میکشدی. عیناً مثل من این رو گوش کن عمر. این دفعه خودم رو آب و ادا نمیکنم. این دفعه درون به درون خون نمیخورم. این دفعه به انجام میرسونم. در پایم میایستم. با عرف و عادتهایت، با قبیلت، هر چی خواهی گفتن گیر، هر چی خواهی فکر کردن گیر. فوده آمنده نگاه کن زد به مشگست اما نمکنم. خیلی خوب بازی دارند همین دغنی. خواطر نشوید، در باغچه ما کودکان وقتشون رو با خرسندی میگذرانند. هر سحر در همین ساعت آنها رو بیارم میشود؟ البته میشود. مرحمت به این طرف گذاریم. من بگو برای بردن کودکان میویم. لیکن حق باغچه رو ما در اولی ماه میگیریم. ها میدونم. کمی پیشتر همکارتان در تلفن گفته بودند. پولتان تیار است. مرحمت. تشکری زیاد. سلامت باش. سلامت باشید. تلفنش جواب نمیدهد. با کجا غش زده باشد این دختر؟ کجا رفته میتوانست؟ اکام خیلی خشمگین من میشود. خودم رو گم کردم. حرکت کردن نتوانستم. بیا به طرف ساحل میرویم. شاید برای هوا گرفتن به آنجا رفته باشند. میلش رفتیم. الو این من مراد. وای باید به شما یک چیز رو گویم. انا میبینی خاله حسنیه شفا مییابند. نگاهشون عجیب، تحت رویشون نیست، گویا که جان میداده باشند. خاموش باش، این چه خیلی گپ است؟ دهانت رو با سخنانی خوب گشا. حسن باز تو، من به تو گفته بودم که ما را به حالمان گذار. حسن فکرت نادرست است. حجت ها در دستم. اینقدر وقت در کجا بودنم و چرا به نزدت نامدنم رو میفهمونم پسرم. در اصل من همیشه در نزدت بودم. بیبیت با خبرند. گناهت را به پیرزنی بیمار بار نکن. یک دقیقه آرام شوید. در اول شما کیستید؟ من مادری حسن. چی؟ با شرم نداشته مادرش هستم میگویی؟ مرا گوش کن، این کار حجت ندارد. خیلی همین خیل شد
چیزی که اثبات کردنی با آن بیا. بی دلیل گپ نزن. یا دیگر به چشمم ننما. میتوانم. باور کن میتوانم. من باز میایم. چه خیلی که 3 سال پیش گفته بودی. چی؟ آخر من پدر ندارم. اما او گفت که پدرشون هستن. شما عقلتان رو خورده اید؟ یعنی هر کی پدرشونم گوید شما کودکان رو دادن میگیرید؟ شما رو خیلی خوب میشناخته است. همه معلوماتایتون رو پرسیدیم. جای تولد، روزی تولد. بس است. من به شعبه پلیس میروم. شاید در خونه باشند. در خونه نیستند. قسم میخورم اگر به اونها چیزی رخ دهد شما رو محو میکنم. خدایا دو بقوتی کجا شد؟ نیافتم. اون دختر خانه رو گرفته است. اکنون با اکام زنگ زنیم خوب می شود. این کار از دستی ما نمی آید. کی کرده باشد؟ چطور کرده باشد؟ هیچ نفهمیدم. کوش پاهایم بسته می شدند، دستانم می شکستند و عزیزانم رو به آنجا نمی بردند. مگر به هر کی من پدرشانم گویم کودک را می دهند. من میگویم دعوا کنید. اگر با آنها چیزی شود، اگر یافت نشود، کودکو نرگس عرد؟ بله مرحمت منم. دادر و خواهرم را یافتید؟ چی حال دارند؟ شما رو نفهمیدم خانم، اما باید با ما تا شو بروید. برای یافتن دادر و خواهرش عریضه نوشته بود. اگر یگان خبر داشته باشید. اینها رو در شعبه میگوید. با ما میروید گفتم. چرا چون این رفتار میکنید؟ خانم ما رو مجبور نکنید. با عیب دزدی شما رو باید بر شعبه بریم. چی؟ به شما گفته بودم که از او چشم نکنید. گفته بودم که احوالش خوب نیست. اکنون بلای به سرمان آمده رو دیدید. ما هم برای جستجویش بر اومدیم. شمال برای این پریدن داشتن توانستیم. گرد و اطراف رو کفتیم. چطور اطراف رو کفتید که او رو پیدا نکردید؟ باید او رو گم نمی کردید. با هزار دشواری که عائله امون رو برپا کردیم، یک حادثه ناچیز میتواند عائله امون رو پریشان کند. معلوم می شود که ما رو ترک کرده است و به خانه دیگری رفته است. شما در آن وقت در کجا بودید؟ در کوچه؟ کمی یک روی نکرده اید. شاید به نزدیکی خانه دار شدنی نبود. به آن هم از اینجا می رفت. این مسئله دیگر است عزلم. ولی هر قراری که حالا او میبرورد درست نیست. به من کمک کن. برای همه این دشواری ها رو پسی سر کردنم یاریم ده. نجات دهنده هر مشکل و درد و غم تویی. یاریم کن. التجا میکنم به همه به همه بنده هایت. بخیر است انشاءالله. شاید پدرم باشند. روز بخیر. روز بخیر مرحمت. گمان میکنم این جزدان با پدرتان دخل دارد. در کجا بودنش رو شما فهمیدید؟ آرام باشید. شاید افتانده باشند.
از لب یک ساحل یافتم که در آنجا کسی نیست. از این رو جستن خواستیم. پدر پدر خب معلوم که به خود آمدی. تو کی هستی؟ کجا هستی اینجا؟ بحر تو را قبول نکرد. چی؟ غرق شده ایستاده بودی در جایی که اصلا به آنجا نمی رفتم. من تو را نجات دادم جوره جان. آن سرگی و چیز در درونم پیدا شد و من را به آنجا می برد. در آنجا کار نداشتم، رفتنی هم نبودم. معلوم شد که برای تو بوده است، برای نجاتی تو بوده است. چنانه که گفتم در ما این را بحر قبول نکرد میگویم. یعنی بحر تو را غرق کردن نخواست. کاش رهایم نمی کردی و غرق می شدم. او تنها یک بحر نیست که مرا نخواهد. تو نیز مردن خواستی ها؟ گمان کردی که از دین و گذری همه چیز به آخر میرسد. و تو گفتم که اگر بحر تو را نخواسته باشد این یگان حکمتی دارد. جوره جان، حتی مرگ هم در دست انسان نیست. آدمی با سواد می نمویی، کمی فکر کن. من به شما میگویم من هیچ چیز رو نگرفتم. تمام شب به یگان گناه مرا در اینجا نگاه داشته اید. من باید دادر و خواهرم رو یابم. آنها گم شدند. ما آنها را جستجو داریم. این خانم میگوید که شخص باری آخر به خانه درآمده شمایید. در همه جا پای انگشتانی شما هست. البته میشود، چون که من به آن خانه برای روبوچین رفتم. دخترم گوش کن. زر و زیوری در خودی بوده، همش رو به تو بخشیدم و من تنها سند ها لازمند. سند ها رو به من برگردان، شکایتم رو پس میگیرم. به شما میگویم من نگرفتم. در بورات کمی معلومات یافتیم. دیروز دادر و خواهرت را در باغچه کودکان نامنویس نمودی. از کدام حساب؟ قرض گرفتم. از کی؟ از وی، از یک رفیقم. کی بود از آن رفیقت؟ رفیقم نیو از شرکتی که در آنجا کار میکنم. کنی رفتیم؟ من رو به کجا میبرید؟ دادر و خواهرم رو یافتن در کار. التماس من رو آزاد کنید، التجا دارم. چنانی که گفتم تنها به من سندهای در قوطی بوده در کارند. رفیق کمی سر پروای زر و زیور ندارم. اگر در حقیقت گرفته باشد در مدت 1-2 روز باید اعتراف نماید. 3 روز او را در اینجا نگاه میدارم. بعدا مجبورم که او را به محکمه فرستم. اجازه دهید با در تنهایی صحبت نمایم. قبول میکنم. باوری دارید خانم پینار؟ بله، از همه جهت به من موافق است. چقدر سال شد کار میکنم باری همچنین ایجارنشین رو ندیدم. همه چیز آغاز دارد. انسان حتی از اویله از چیزهایی رو که نمیبیند. چی نفهمیدم؟ خواهش میکنم هر چیز زودتر شرطنامه بندید. چرا با من چنین رفتار میکنید؟ میدونید که قوطی گفته‌تون رو من نگرفتم. نمیدونم. از تو خواهش میکنم. به من تنها آن سندها لازمند. آن سندها یگانه تصدیق کننده منند برای اثبات گفته هایم در نزد پسرم. اینطور باشد شما هم این رو فهمید. دادر و خواهر خردسال دارم، گم شدند. به جایی که در جستجوی آنها باشم برای شما شده این جایم. من میمیرم نرگس. اگر انسان خوب بودنم را به پسرم اثبات ننمایم، پسرم مرا به بدی یاد میکند. قوطی در دست من نیست. باور کنید در دست من نیست. خواهش میکنم شکایتتون رو پس گیرید. در اینجا دست و پایم بسته شده است. اونقدر بیعقل نیستم. اگر میگرفتم میگفتم. خواهش میکنم به من یاری دهید. خواهش میکنم شکایت رو پس گیرید. مرا ببخش. نمیتوانم. این آخرین فرصتم. در دست من نیست. من نگرفتم میگویم به شما. باور کنید من نگرفتم. کمی صبر کنید. شاید پلیس ها حق باشند. شاید جزدانش رو افکنده است. به همش من گناهکارم. نباید به او چنین سخنها میگفتم.
اماک جمال، اقلا شما خودتان رو به دست گیرید. مگر شما دائما نمیگفتید که از خداوند نباید ناامید شد؟ همین طور است، اما من پسرم رو میدانم ولی او به جزدانش یک قدم هم نمیماند. اگر در حقیقت میافتاند بر وقت معلوم میشد. ببخشید مراد، میتوانیم بدتر گپ زنیم؟ حالا وقتی مساعد نیست. استاد بسیار ضرور است. نرگس را به نظارتخانه بردن. دزدی کرده است میگویند. چی؟ احوال بسیار بد است استاد. از دیروز در اینجا انتظارم و باز بالای این دادر و خواهرش نیز گم شدند. ایستا درستتر فهمان. آنچه که میگویی چطور روی داد؟ همان شکلی استاد. کودکان را شخص پدرشان میشوند گفته از باغچه گرفته است استاد. اما کی بودنش را کسی نمیداند. مشکلی بالای هم. هیچ گپ. بهتر است زودتر به بیمارخانه روم. میلش استاد تا بازدید. نوش درونت را گرم میکند. تشکر. کنی نقل کن. چیزی را در این دنیا دلمانده ساخت؟ با این نجات دادنت به من بدی نمودی. اقلا به زخمم نمک نپاش. مان این گپ ها را وقتی به نزد آمدم برای نجات کوشش میکردی. این رفلکس است. با خواستی خودت نمیشود. ستاره شناس نیستم. از کجا میفهمیدم که خودت را میکشی؟ اگر میدانستی رهایم میکردی. نمیکردم. به احوالم نگاه نکن. کاری خوب نبودنی خودکشی را میدانم. شخصی را نجات دادن به نهایت ثواب است. من کارم را اجرا میکنم. نجات میدیم. ثوابش را باشد از خدا امید دارم. برای ثواب مرا نجات دادی. به ظاهر نظر مکن. به دل نگر. صد شکر در باطنمان محبت الله است. آفریده شده را از خاطر آفریدگارش دوست می‌داریم. تو چرا به جان ظلم کردن می‌خواستی؟ اگر گناهت از ثوابت زیاد باشد و تو آن را ندانی و باز دخترت که در پیش نظرت کلان شده است پاره جانت به تو آن را گوید، مردن آن طرف استد، از اینجا گم شدن می‌خواهی. جنجال پدر و دختر؟ جنجال پدر و دختر آنقدر هم ساده نیست. در اصل چیزی ساده است. حیات هم ساده است. یعنی خیلی ساده. یا برای خوبی کردن زندگی میکنی یا برای بدی کردن. معلوم که تو انتخابت را نکرده در بین مونده ای. یعنی در اعراف. تو اینها را از کجا میدانی؟ تو کجا را تمام کرده ای؟ دوستان، چه مگر همه کار از مکتب می شود؟ من هم در وقتش تو برین یک رب بودم. بعدن یک همشهری ساده به نظرم آمده گفت دور راه است. راهی خطا باشد عمیق است. تا جان در بدن داری امکانیت اجرای عملی خوب را نیز داری جوره جان. همین قدر. دوستم، نفر به تو اعراف را فهماند، دیگرش باشد بهشت را نشان دهد. آیا حاجت به گپ زیادتی هست؟ به قفا روید. پینار، کمی همینجا باشید. پینار جان، در کجا بودی؟ برای چی به زنگهایم جواب نمیدی؟ 2 روز باز تو را میکوبم. فکر کردم که کارهای مهمتری داری. بیعقلی نکن. نخود مثل کودکان رفتار کنی. بگاهی به خانه بیا میلش. حتما باید با هم صحبت کنیم. چرا وزیر نه؟ با نرگس مشکلی رخ داده است. باید به بیمارخانه روم. همچنین با استاد شفیق. متاسفانه کارهای بد رخ میدهند. یعنی کار دارید. شاگردان دیگر و دیگرها، اما برای من نیست. پینار، درک میکنی که فکرت نادرست است. بگاهی در خانه باش. میشم اکا، اما در خانه خودم اجاره گرفتم. دیگر با شما زندگی کردن نمیخواهم. چی؟ آنچه که شنیدید. پینار، لабай мурод. барқ ҳодисаи нохуш рӯй дод. наргисро дастгир карданд. касе ба он тӯҳмат задааст. адвокати падарат ёрӣ дода наметавонад.
وقتی من خواهش کنم البته یاری میدهم. باز یک چیز دیگر است که تهمتچی مادر حسن بوده است. چی؟ بله متاسفانه. هیچ گپ نیست. تو بازدید. خیر. تو بازدید. برق؟ چی گپ است؟ مراد زنگ زده بود. برای نرگس ادوکات پدرم را خواهش نمود. من نیز با جان و دل قبول نمودم. خفه نشو. لیکن تهمت کننده مادرت بوده است. چی؟ مادری من؟ حسن پسرم، تو در اینجا چی کار میکنی؟ باز شرم نداشته آدمان رو تهمت میکنی؟ پسرم این خیلی نگه، من تهمت نکردم. برای مرا باور کننده نرگس را تهمت کردی؟ نه به خاطر زر و زیور شده اون قوطی رو گرفته است. سنتون زرونی اون قوطی بودن. دروغ میگویی. تا چه اندازه به پسی رفته ای که حتی به دروغ گفتن هم شرم نمیداری؟ حسن آروم شو. التجا میکنم اجازه ده که همش رو فهمونم. باور نکنی هم گوش کن. اول شکایتت رو پس گرفته نرگس رو آزاد میکنی، بعد فکر میکنم سر دختر را در بلا نمون. نمیشود. اگر به من باور نکنی امکانی اثبات کردنم نمیموند. ببخشید شما چیکار میکنید؟ کنی آرام شوید. لطفاً ما رو با خانم مینا تنها گذارید. کنی راه گردستم. حالا همه چیز رو از اول به من نقل کنید. چنانی که گفتم وقتی به حجره در آمدم قوطی در جایش نبود. اطمینان دارید که قوطی را در آن حجره گم کردید؟ گم نکردم. آن قوطی برایم خیلی مهم است. چه خیلی گم میکنم؟ شاید جایی که گذاشته اید فراموش کرده اید، چون که بعضا هممون فراموش خاطریم. اما آن رو نه. چرا اینقدر وقت فرزندتون رو نجستید و سراغ نکردید؟ پس از مرگ پدرش وضع اقتصادی همون بد شدن گرفت. زنی جوان بودم. قصه که تا خواستگارها آمدند. یکی از آنها ثروتمند بود، لیکن پسرم رو نمیخواست. در اصل همه چیز را به خاطر حسن کردم. تکلیف او را قبول نمودم. در این مدت همیشه برای تحصیل پسرم پول میفرستادم. یعنی همه این را به خاطر او کردم. بیبیش نیز این را میدانند. این سری هر دیمان بود. پس چرا برای اثبات آن اینقدر وقت انتظار شدید؟ چون که میمیرم. وقتم خیلی کم مانده است. من میمیرم. خاله حسنیه باشد پیر شده است. حالش خوب نیست. یعنی وقتش رسیده است. و باز یک کسی هست که باید او را به حسن امانت گذارم. خواهرش، یک دخترچه‌ای که حسن باید او را نگاه بین کرده صاحبی کند. معلوم شد که اگر این قوطی را یابیم همش حل می شود. شاید یک جای روی حلش را فکر کنیم. من کردم. من رو کشتم. این طور نیست. اینقدر فکری بد نکن دخترم. خواهش میکنم راستش رو گویید بابا. شما میدانید پدرم خودشون رو به قتل رسانیدن. خودکشی کردن. مرگ به همون چنگ میزند. از مرگ راهی گریز نیست. کاش همون رو در بهترین حالتمون دریابد. چگونه ای که زندگی کنیم همون خیل وفات میکنیم. این قانون جدا نشونده است. کاش فرصتی توبه نمودن میبود. کاش عمرش کمی دیگر درازتر میبود. کاش ای خدای مهربان، کاش. اینقدر بیگانه می نماید اینجا، لیکن به یکدیگر عادت می کنیم. انسان به همه چیز عادت می کند.
بازاری کردن لازم میآید. التماس، او دخترم است. اجازه دهید او را بینم. خانم نسرین، گناهگار دانستن نرگس جدی است. او را آزاد کنید نگفتم. تنها اجازه دهید صحبت کنم. مایلش، تنها 5 دقیقه. یک نفرمان نیز با شما میمانند. تشکر. دخترم. اوچه؟ این شمایید؟ امروز برای دیدنت آمدم. همسایه ها گفتند. به اون هم یگان وقت خبردار می شدید. اوچه، دادر و خواهرم گم شدن. آنها رو باید یابی. خواطر نشم. آنها همراهی منند. همراهی شما؟ وقتی برای کودکان را به باغچه سپاریدم پول خواستی. خواستم به تو اثبات کنم که آنها را از باغچه دیده خودم خوبتر نگاه بین میکنم. از شخص خواهش کردم که آنها را با بهانه پدرشان بودن از آنجا گیرم، اما با تو جبر کردم. اوچه، چه خیلی این کار رو کردید؟ من خطا کردم دخترم. کودکان را به تو پرتافته رفتنم خطا بود. باید از بحر کارم گذشته به شما مادری می نمودم. خطا کردم، لیکن خدا بزرگ است. حالا هم برای یک عائله شدنمان فرصت داریم. اوچه، به حالمان میگر. تماما پریشانه. همش خوب می شود. به من باور کن. اول تو را از اینجا برآوریم. چطور؟ شمایان را آنقدر دوست می دارم که تیارم برایتان همه کار را کنم. تو باید سخنان مرا تصدیق نمایی، فهمیدی؟ با رفیق کمی سر تکرارن باید صحبت نمایم. یک چیز را اعتراف می نمایم. نه اوچه، اصلا نکنید. اوچه، این کار را نکنید. طاقتم تاق شد. به شعبه پلیس میروم. حسن، چرا خالای حسنیه رو تنها میگذاری؟ چی کار میکنی در آنجا؟ به آن هم او را در آنجا نگاه میدارم. بغیر از انتظار شدن یگان کار دیگر کردیم، لیکن برای آن زنی که خود را مادر میحسابد نرگس در نظارتخانه است. خودم را بد حس میکنم. با پدرم صحبت کردم. ادوکات‌ها به این کار مشغول میشوند. اقلا من به او باوری داشتنم را گویم. چی گفتنتون رو میدونید خانم نسرین؟ این کار بسیار جدی است. بله، کار کردنی دخترم رو نمیخواستم. وقتی که در خانه کسی نبود پنهانی به خانه در آمده قوطی رو دزدیدم. گمان کردم که او رو تنها از شرکت پیش میکنم، لیکن وقتی که او رو در اینجا دیدم به خلاصه آمدم که اقرار شوم. دخترم رو آزاد نمایید. گناهکار منم. با شما یک چند سوال دارم. گفتید که در خانه کسی نبود. در را چگونه شدید؟ از تیریزه در آمدم. کنی چگونه بودن آن قوطی را بگویید؟ چی خیل بود؟ رنگش چی خیل بود؟ همون قوطیه که میگویید، همین قدر. گوش کنید، تنها برای انا همین کارتان باید شما را حبس کنیم، لیکن به خاطر مادر بودنتان نمی کنیم. این خانم را از شوبه برارید، دیگر به درون در آمدن نمانید. من کردم میگویم، التماس به من باور کنید. خانم با درون نبر آمده. رفیق کمی سر شکایتم رو پس میگیرم. نرگس بیگناه است. خانم نسرین مادری نرگس میباشند. دختری بیگناهی مرا تهمت کردی. تهمت نکردم، در حقیقت گمان کردم که او گرفته است، چون که آن سنت ها برایم خیلی ضرور بودند، اما نرگس گناه ندارد. همش خطای من است.
рӯзи гум шудани он қуттӣ аз беморхона натиҷаи ташхиси охиринам омада буд ва дар он аз 1 моҳ камтар умратон боқӣ мондааст гуфта навишта шуда буд. аз мурдан наметарсам, лекин писаро маро чун инсони бад мешинохт ва касе набуд ки духтарамро ба ӯ амонат гузорам. асабам вайрон шуда чӣ кор карданамро намедонистам. он рӯз қуттиро дар ҷое ки ҳама вақт мегузоштам нагузошта ба ҷои дигар гузоштам ва инро тамоман фаромӯш кардам. ташаккур ба устод Алӣ ки барои ба хотир оварданам сабаб шуданд. қадам ба қадам ба он рӯзҳо баргаштем. албатта фикр карда ва дар охир дар куҷо гузоштанамро ба хотир овардам. агар устод Алӣ намебуданд ҳаёти духтарро месӯзондам. ман аз кардаам пушаймонам. духтари бечораро озод кунед. ягона орзуям бо ҳасан. мило хонум, ҳолатон хуб аст? ёрии таъҷилиро ҷиғ занед. ту намеоӣ? ба ман ҳеҷ алоқае надорад. ҳасан, рафтем. намеравам. намеравӣ? охир ӯ модарат аст. шояд номаш чунин бошад, аммо модари ман нест. аз наздикон касе бо мо меравад? барх, лутфан ту бира. устод. ту чӣ хел инсонӣ? кани бо ман биё. намеравам гуфтам. беморхона намеравем, роҳ гард. ба куҷо? баъд мефаҳмӣ. санад мехостӣ. мана ба ту санад. ту чӣ гуна фарзандӣ? модарат дар дами марг аст, ту бошӣ то беморхона рафтан намехоҳӣ. ки туро дар батнаш 9 моҳ гардонд? ман ба ин бовар намекунам. магар чунин аст муносибати фарзанд ба модаре ки туро шир додааст ва шабҳои бехобӣ кашидааст? кани гап зан, оё ин рафторат аз рӯи адлу инсоф аст? бибиям дар ин бора чизе нагуфта буданд. ӯ тамоми ҳаёташро фидои ту намуд, танҳо ба хотири оне ки ту хушбахт шавӣ. ҳар моҳ дар суратҳисоби холаи ҳусния маблағ ҷудо намуд. рост мегӯед? модарам дар ҳақиқат мемиранд. мутаассифона ҳамин тавр аст. маро тарсондӣ. маро бубахш, тарсондан намехостам. инҷо чӣ кор мекунӣ? мо якчанд рӯз бо суҳбат дорем. бо кӣ суҳбат доред? бо устод Алӣ. ҳарчанд рад намудам, лекин боз ӯ маро ба ҳолам нагузошт. роҳамро мебурид, бар зидам мебаромад. яъне акам барои аз паси ту давидан чанд рӯз аст ки наменамояд. шояд маълум мешавад ки дар фикри ман будааст. ӯ рост мегӯяд, Пинор. дар он хусус ки дар ҳақиқат туро дӯст дорам, бояд бо қувват шуда бар зидди ҳамаи ин бароям. қувват дорӣ аввал? дар набуданат худамро он қадар танҳо ҳис мекардам ки маро бубахш, Пинор. инро қабул намо. агар инро қабул кунӣ, ба ҳамаи сахтиҳо ғолиб мебароям ва ба ҳамаи урфу одатҳо зид мебароям. мо хушбахт мешавем. умар, ман ҳам аз ту узр мепурсам. аз ин пас дар байнамон ягон сирри ногуфта намемонад. дар дунё аз ҳама оилаи хушбахт мешавем. ҳасан, писарам. оча, ман намедонистам. агар медонистам, ин хел рафтор намекардам. шояд шуморо азоб медодам, лекин аслу дашном намедодам. маро бубахшед. барои гуноҳҳоям
برای فکر بدم مرا ببخشید. پسرم یک توام، در اصل تو مرا ببخش. برای آن فکرهای بد رو به سر جا نمودنم. یک تحفه ناگهانی دارم. پس از مرگم اوچه اینطور نگوید. پس از مرگم کسی هست که تو او را با یک دستگیری نگاه بین نمایی. یک خواهر داری حسن. چی؟ تو با او پشتیبان شو حسن. چون گل رو پرورش نما. و اون چیزی که احتیاج داره در بانک در صورت حسابتان است. پولها رو بر وقت در صورت حسابت جمع نموده بودم. میدونی پسرم، میدونی پسرم، وقتی چشمانم رو میپوشم هر دویتان رو میبینم که با هم بازی میکنید. برادر و خواهر با هم یک جای بزرگ میشوید و هیچ از یک دیگر جدا نمیشوید. هر وقتی که این رو فکر مینمایم آرام میشوم. اوچه این خیلی نگوید. اوچه مرا نترسانید. اوچه چشمانتان را کشوید. اوچه اینها رو بهانه نکنید. شما نه برای من و نه برای عائله‌مان هیچ کاری نکردید. همه‌اش رو برای خودتون کردید. میدونید کاش نمیبودید. برای شما شده اینقدر سرخم نمیشدم. میدونی به فکرم یک چیزی مهمی هست که تو از آن بیخبری. چی بوده است آن؟ حکایه رو برایت نقل میکنم. من همچون تو غرق میشدم. ناگاه دست مرا از ساحل کشید. فرصت از نو به دست آمده میتواند اگر در حقیقت خواهش داشته باشی. برای تو آسان است. ماهی ها و تور. اگر مانندی من در بین صدها شاگردان باشی، چی خیل بودنت را دانند، کسی تو را نمی بخشد، چون که تغییر یافتنت را باور نمی کنند. انسان ها شاید لیکن او باطنی تو را نمی بیند، نمی داند. مگر فکر میکنی از دل چی ها گذشتنش را نمی داند؟ خداوند خواهد قلب ها چون شمع ملایم می شوند. شکلش نیز به یک قالبی زیبا می درآید. نگر سببی هست که بحر تو را غرق ننمود. اگر غرق شده می مردی عاقبتش چی می شد؟ همه چیز تا در قبر همین خیل نیست. هر چیزی که دوستش می داشته از آن پس به تو نمی رود. هوشت را بسرت گیر. من به تو حیاتی نو برای خطاهای گذشته را تکرار نکردنت. حالا باشد انتخاب نما. در پیشت دو راهی دراز ایستاده است. یک تاش در رو برویت است. بحر انسان را دوبار نمی پرتاید. دیگرش باشد حیاتی نوی دور و دراز است. تا آن درجه پشیمان شده ای جسارت داری که از نو سر کنی و خطاهایت را یک طرف گذاشته راه نو را آغاز کنی. من از معلم ملک خواهش نمودم که در درسمان اشتراک نمایند. برای همین در اینجا هستند. بچه ها امروز یگان موضوع نمیگذاریم. امروز درباره از حقیقت حیات درس آموختن بحث میکنیم. ما باید از مشکل‌های به سرمان آمده درس عبرت گیریم. در اصل حیات نیست چون مکتب است. مکتب است که حقیقت را می‌آموزاند. گفتن بعضی چیزها مشکل است بچه ها. حتی فکر کردن آن نیز انسان را غمگین می‌سازد. استاد شفیق را نیافتیم، لیکن شناسنامه‌شان یافت شد. پلیس ها
پلیس ها اکنون او را گم شده نمیپندارند. ولی پس از گذشت اینقدر وقت افسوس که استادتان را وفات کرده است میگویند. بچه ها، مرگ این آخر نیست. و شما 10 بار فهمانده بودم، برعکس آغاز حیات نو و ابدی می باشد. در این حالت ها یگانه کاری که از دستمان می آید این صبر کردن است بچه ها. صبر نمودن و گذشته همان را پیش نظر آوردن. پدر؟ دخترم. استاد شفیق؟ پدر جان، من از شما عذر میخواهم پدر. التماس مرا ببخشید. در اصل تو مرا ببخش دخترم و اجازت ده بعضی گفتنی ها دارم. همه اتون مرا مرده میپنداشتید. راستی من مردم، یعنی شفیق پیشینم مرد. وقتی مردنش حقیقت را فهمید، خطاهایش را دید. من از همه اتون عذر میپرسم. همه اتون مرا ببخشید. استاد شفیقتان به هر کاری کرده اش روبرو شد. از همه اتون بسیار عذر خواهی میکنم. عذر البته خطاها را نمی بخشند، اما بعضی چیزها را تغییر داده می توانند. انسان حیات نو را آغاز کرده می تواند، نفس تازه می گیرد، از نو قدر و قیمت نفس کشیدن و برآوردن را می داند. اکنون همش را فهمیدم. خطاهای کردم را می دانم و از نام شادروان استاد شفیقتان از شما عذر خواهانم. از همه بیشتر باید از دخترم و استاد علی عذر پرسم. در اول بسیار به او زید برآمدم، لیکن کاش مثل او یک پسر می داشتم. کاش استاد علی قبول کند و دامادم شود. دوستداری و محبت یکی از نعمت‌های بهترین و پرقوت‌ترین همه مخلوق‌های روی عالم است که آن را هیچ گونه بازو مغلوب کرده نمی‌تواند. به محبت روح انسان سالم بوده نمی‌تواند. انسان به مهر و محبت زندگی کند هم روحاً مرده است. عشق و محبت آنقدر بزرگند که انسان را روحاً به سما پرواز میکناند، لیلی و مجنون میکناند. و انسانی که این سر را نمیداند لذت آن را چشیده نمیتواند. فداکاری و بهر دیگران زیستن یکی از حسیات عالی ترین انسانی است و سرچشمه این همه محبت است. آنهایی که فدایی این راه شدند برای آن هیچ چیز مانع نمی شود. انسان از طریق محبت به دل کس راه می یابد. دیگر برایش هیچ گونه مشکلی رخ نمی دهد. خوش به حال آنی که محبت را پیشه خود کردند. همه خوبی با مهر و محبت آغاز می شود. دوستی دعوای همه درد و رنج و غم است. عائله هایمان باشند سرچشمه مهر و محبت می باشند. مقصد من تنها همین بود، همدرد و درمان عائله ها شدن. اگر مناسبت شاگردان با اهل عائله شان خوب باشد، پس همه مشکلی با موفقیت حل می شود. چون که می بینید که او همیشه به عائله خود احتیاج دارد. با شاگردان من هم همین حادثه رخ داد. از همه شاگرد بدخوانم وقتی که مناسبتش با عائله‌اش خوب شد، درس و آدابش هم با مرور زمان خوب گشت. این کار را من نه، عائله و دوستانش کردند. محبت از ازل در بدن ما وجود دارد. تنها بعضی ها این را می دانند و بعضی ها متاسفانه آن را حس نمی کنند. این محبت برای ماست.
چون که انسان برای پارچه از محبت بزرگ آفریده شده است. اگر ما این را درک کنیم و حس نماییم، پس با همین واسطه همه خطای ها را اصلاح کرده می توانیم. با این را همه مشکلی ها حل می شوند. مانند آن که در صنف من شد، در حیات من شد. دادا یوسف بیا پسرکم. شما کار نکنید. اوه پسرکم چه خیلی کلان شده است. البته شدم. به مکتب می به کدام روم. مکتب؟ به مکتب احسن خودم. تو پسرم. زادروزت مبارک، زادروزت مبارک، زادروزی تو یوسف مبارک مبارک.